28 اپریل ساعت 16 در موضع نقطه آب تقسیم کنی گلفنوی واقع در بالای دریای اسفره در مرز بین دهه خواجه اعلی جماعت چارکوی اسفره و دهه کوکتاش ناحیه بادکند قرقیزستان بین ساکنان دو طرف مرز مناقشه گروهی رخ داده است. سراسط قشون‌های سرحدی کمیته امنیتی ملی تاجیکستان خبر داد که در جریان این مناقشه ساکنان قرقیزستان به طرف شهروندان تاجیکستان سنگپرتایی کردند و در نتیجه 7 ساکن تاجیکستان جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشتند. در عکس‌هایی که از محل حادثه به سامانه بامداد فرستادند دیده می شود که سر دست کم 2 ساکن خواجه اعلی از جمله یک پیرمرد ریش سفید را دوکه پیچ کردند. از زیر دوکه سر مرد سالخورده طور در عکس دیده می شود هنوز خون می چکد. مرزبانان تاجیک می گویند نقطه آب تقسیم کنی گلفنوی از دهه‌های کوکتاش و اقصای جماعت اقصای ناحیه بادکند قرقیزستان در مسافه خیلی دور واقع می باشد، ولی به این نگاه نکرده رئیس ناحیه مذکور عقیلبک اوروزوف ساکنان گرد و اطراف نقطه های اهالی نشین را جمع آورده برای مناقشه به جانب تاجیکستان سفربر نموده است. جانب تاجیکستان می گوید طبق خریطه سالهای 1924 1927 و 1989 انشاءات مذکور پوره در حدود جمهوری تاجیکستان قرار داشته سال 1968 در دوره اتحاد شوروی برای آبیاری شهر و ناحیه‌های نزد سرحدی جمهوری تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان استفاده میشد. باید تذکر داد که از جانب قرقیزستان در بین ساکنان برای تحریک مناقشه سفربر شده خدمتچیان واحده تعیینات مخصوص با لباس شهروندی بر ضد ساکنان آسایشته محلی تاجیک زبان استفاده شدند. گفته می شود در اطلاعیه رسمی سرریاست قشون‌های سرحدی تاجیکستان مقامات قرقیزستان خبر دادند که مناقشه بعد کوشش نصب ویدیو کامراها در ستونهای برق اطراف نقطه آب تقسیم کنی از جانب تاجیکستان سر زده بر اثر سنگپرتایی ساکنان خواجه اعلی یک ساکن کوکتاش جراحت برداشته است. خدمات مرزبانی قرقیزستان نیز جانب تاجیکستان را در این مناقشه عیبدار کرده گفت مناقشه زمانی سر زد که ساکنان خواجه اعلی از سلاح تیر خالی کردند. با گذشت قریب 30 سال از فرو پاشیدن اتحاد شوروی از 970 کیلومتر مرز بین این دو کشور تا امروز تنها 500 کیلومترش پوره تعیین و علامت گذاری شده است. بخش اعظمی منطقه های بحثی در بین منطقه های اسفره و باباجان غفورов و قانبادام تاجیکستان از ناحیه های لیلک و بادکند ولایت بادکند قرقیزستان جایگیر شدند.